امروز اومدم با 3 ترکیب رنگ جذاب و کاربردی از برند تونی که رو پایه 8.8.5 دکلور قابل اجراه. خاکستری تیره و رنگ نقره‌ای روشن. رنگ خاکستری تیره‌مون فقط با تک رنگ به دست اومده. تک رنگ 4.01. رنگساژ نقره‌ای روشنمون از ترکیب 2 رنگ B88 یعنی واریاسیون نقره‌ای و بنفش سرد ما به دست اومده و ببینید که چه شاینی داره. و رنگساژ هلویی ما فقط با تک رنگ آرتیسه به دست اومده. من با گلوسین کردن این رنگساژها رو به دست آوردم. تو کپشن برات گلوسین کردن رو نوشتم. مرسی که همراه ما هستی و ما رو به دوستاتون معرفی میکنید.